میپرسن از من طلای $4300 هنوزم میخواد بره بالا، نقره مثلا $60 تا کجا میتونه بره بالا؟ یک رژیم چنجی اتفاق افتاده در سیستم مالی. حتی تحلیلگرای مطرح وال استریت هم جدیداً دارن با صراحت اشاره میکنن که مشکل بدهی، رشد بدهی دولت‌های آسیایی، اروپایی و آمریکا اینقدر زیاد هست باعث میشه اتکا به این اوراق کم بشه، اعتماد سرمایه‌گذاران به اینکه پولشون رو به دولت‌ها قرض بدن و یک سود اصطلاحاً مطمئنی در گذشته فرض می‌کردن میگیرن، الان سود بالاتری درخواست میکنن. به اون میزانی که در گذشته مثلا 40% از سبدشون رو در اوراق قرضه تخصیص میدادن، الان اعداد 20%، 25% طلا رو در طلایی که نبوده یا درصد خیلی کمی در سبدشون بوده رو مشاهده هستیم که حتی اسست منیجرها به کلاینتاشون دارن پیشنهاد میدن که اینجوری سبد بچینید. این اتفاقی که در چند سال اخیر افتاده و اون عاملیه که میتونه طلا رو باز هم بالا ببره. هر پایینی در طلا جای خرید داره و میتونه رشد داشته باشه. اعداد 5000 6000 هم شاید برای طلا زیاد دور از ذهن نباشه. درست.